فوتبال یک جنگه و توی این جنگ بازیکن‌ها و مربی‌ها از هر تلاشی که از دستشون بر بیاد دریغ نمی‌کنن. اما خب بعضی وقتا بوده که مربی‌ها تصمیم گرفتن بازیکن‌هاشون رو توی همون نیمه اول از بازی در بیارن که حسابی برای خود تیم و اون بازیکن خجالت آوره. توی این ویدیو هم می‌خوایم بریم سراغ یک سری از موارد از همین کارها که لحظات جنجالی و عجیب و غریبی رو رقم زدن. اما خب قبل از این یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید و کانال ورزش هاب رو هم سابسکرایب کنید. خب یکی از مثال‌های اخیر از تعویض‌های خجالت‌آور نیمه اول مربوط به جاشوا زی در بازی منچستر یونایتد مقابل نیوکاسل در آخرین مسابقه این تیم در سال 2024. این بازی در ورزشگاه اولترافورد برگزار می‌شد و به شکلی فاجعه بار برای منچستر یونایتد آغاز شد. نیوکاسل توی 19 دقیقه ابتدایی بازی 2 تا گل به ثمر رسوند و حسابی منچستر یونایتد رو زیر فشار برده بود. آموریام سرمربی یونایتد از عملکرد تیم به ویژه خط حمله خودش ناامید شده بود و تصمیم گرفت دست به تغییر تاکتیکی بزنه و زی رو در دقیقه 33 تعویض کنه. آوردن کوبی مایو به جای زی در حالی که هنوز نیمه اول به پایان نرسیده بود نشون دهنده تصمیمی جسورانه و شاید ناامیدانه از سوی سرمربی بود. اما خب این تعویض نه تنها تأثیر روی بازی نداشت بلکه باعث شد فشار روانی زیادی بر روی جاشوا زی وارد بشه. زی که حسابی ناراحت بود مستقیما به رختکن رفت و طرفدارها هم نسبت به این عملکردش واکنش منفی نشون دادن و او رو هول کردن. این واکنش‌ها نشون میده که تعویض در نیمه اول به خصوص زمانی که بازیکن مستقیما مورد انتقاد قرار میگیره تا چه حد میتونه مخرب باشه. خب حالا میریم سراغ یکی دیگه از تصمیمات تاکتیکی و جسورانه ای که تاثیر زیادی در تاریخ فوتبال داشته. به بازی شیلی مقابل کلمبیا در مرحله مقدماتی جام جهانی 2010 برمیگردیم. این مسابقه که در سال 2009 برگزار شد فرصتی بود برای نشون دادن شجاعت و نبوغ تاکتیکی مارسلو بیلسا سرمربی وقت تیم ملی شیلی. این بازی در شرایطی آغاز شد که هر دو تیم برای کسب سهمیه جام جهانی رقابت سختی داشتن و کوچکترین اشتباه میتونست عواقب جدی به همراه داشته باشه. دست بر قضا هم کلمبیا در همون دقایق ابتدایی تونست یک گل رو به ثمر برسونه و فشار زیادی رو بر روی تیم بیلسا وارد کنه. عملکرد شیلی به خصوص در خط میانی بسیار ناامید کننده بود. در این شرایط بیلسا که به تصمیمات جسورانه و گاه غیر منتظرش مشهور بود در دقیقه 31 بازی ماتیاس فرناندز هافبک خلاق شیلی رو از زمین خارج کرد و به جای او خورخه والدیوا رو به میدان فرستاد. این تصمیم بسیاری از افراد حاضر در ورزشگاه و حتی بازیکنان رو شگفت زده کرد. به خاطر اینکه فرناندز به عنوان یکی از مهره‌های کلیدی تیم شناخته میشد، اما بیلسا اعتقاد داشت والدیوا میتونه تاثیر بیشتری رو در جریان بازی بذاره و بازیسازی بهتری رو انجام بده. دست بر قضا هم این تصمیم به شکل باور نکردنی نتیجه داد و والدیوا بلافاصله پس از ورود به میدان تاثیر خودش رو نشون داد و نقشه کلیدی در هر 4 گلی که تیم شیلی به ثمر رسوند ایفا کرد. شیلی در نهایت تونست بازی رو به طور کامل تغییر بده و با نتیجه 4-2 به یک پیروزی تاریخی دست پیدا کرد و این تصمیم مربی هم جاودانه شد. خب حالا بریم سراغ تیم تاتنهام. یکی از جنجالی ترین و به یاد ماندنی ترین تعویض‌های نیمه اول این تیم به بازی اونها در مقابل اولمپیاکوس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا در سال 2009 برمیگرده. این بازی در خانه تاتنهام برگزار میشد و مورینیو مربی مشهور پرتغالی نشون داد که اصلا هراسی از انجام تغییرات بزرگ حتی در اوایل بازی نداره. تاتنهام بازی رو بسیار ضعیف آغاز کرد و تنها بعد از 19 دقیقه 2 گل از تیم اولمپیاکوس دریافت. طرفدارها حسابی ناراضی بودن و مورینیو هم که به تازگی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب شده بود نمیتونست چنین نمایشی رو از تیمش تحمل کنه. او متوجه ضعف‌های عمده در خط میانی تیمش شده بود و تصمیم گرفت به سرعت تغییراتی در اون ایجاد کنه. در دقیقه 29 مورینیو تصمیم گرفت اریک دایر که به عنوان یک هافبک تدافعی در این بازی کار رو شروع کرده بود از زمین بیرون بکشه و کریستیان اریکسن هافبک خلاق دانمارکی رو به میدان بفرسته. این تصمیم همه رو متعجب کرد چرا که دایر به عنوان یکی از بازیکنان اصلی و متعهد تیم شناخته میشد. ورود اریکسن هم تاثیر فوری داشت و تاتنهام به لطف بازیسازی و خلاقیت اریکسن تونست کنترل بازی رو به دست بگیره. در نهایت اونها تونستن بازی رو با نتیجه 4-2 به پایان برسونن و تیم مورینیو برنده شد. در نهایت هم مورینیو گفت که این تعویض به خاطر این نبوده که دایر بد بازی می‌کرده، به خاطر این بوده که او به یک تغییر تاکتیکی نیاز داشته.
خب حالا بریم سراغ تیم آرسنال و میکل آرتتا سرمربی جوان آرسنال. این بازی در مقابل تیم ناتینگهام فارست در دور سوم جام حذفی انگلیس در سال 2022 بود. این بازی نه تنها به دلیل نتیجه غافلگیر کنندش بلکه به دلیل تصمیمات غیرمنتظره آرتتا به یکی از لحظات به یاد ماندنی دوران مربیگری او تبدیل شد. آرسنال که یکی از مدعیان اصلی جام حذفی بود در اون بازی اصلا خوب عمل نمی‌کرد. تیم تحت هدایت آرتتا فاقد خلاقیت و انسجام بود و بازیکنان در زمین سردرگم و پراکنده به نظر می‌رسیدند. یکی از بازیکنایی که در اون بازی هم به شدت بد بازی می‌کرد نونو تاوارس مدافع چپ جوان پرتغالی آرسنال بود. آرتتا هم که به صراحت و قاطعیت در تصمیم گیری‌هاش مشهوره، تصمیم گرفت تاوارس رو تنها بعد از 34 دقیقه از بازی خارج کنه. او کیران ترینی مدافع چپ اصلی تیم رو به جای او وارد زمین کرد و این تصمیم بلافاصله توجهات زیادی رو به خودش جلب کرد. تاوارس هم حسابی عصبانی شده بود و بعد از تعویض شوکه کنندش از عصبانیت دستکش‌های خودش رو پرت کرد. برخلاف انتظار اما تعویض تاوارس نتونست تغییری در روند بازی ایجاد کنه. آرسنال همچنان فاقد خلاقیت بود و نتونست موقعیت‌های جدی رو ایجاد کنه و در نهایت هم ناتینگهام فارست با یک گل دیرهنگام آرسنال رو شکست داد و این تیم رو از رقابت‌های جام حذفی کنار زد. تعویض تاوارس اما در نیمه اول تاثیر قابل توجهی بر جایگاه او در تیم داشت. او در هفته‌های بعد فرصت‌های کمتری برای بازی پیدا کرد و نتونست اعتماد آرتتا رو به طور کامل برگردونه. خب نظر شما راجع به این بازیکن‌ها، عملکردشون و تصمیم تعویضشون در نیمه اول چیه؟ لطفاً جوابتون و یا هر نظر دیگه‌ای رو که دارید برامون توی قسمت کامنت بنویسید. لطفاً لایک ویدیو و سابسکرایب کانال ورزش هاب رو هم یادتون نره. ممنونم از وقتتون. روز و روزگارتون خوش.